من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد. سبحان الله. در رابطه با واقعه و داستان موسی علیه السلام بعد از اینکه موسی علیه السلام یک قبطی را و کسی که از فامیل فرعون بود، از قوم فرعون بود، وقتی که مشت زد که این مشت سبب مرگ و خاتمه زندگیش شد، خارج شد و به سمت مدین را افتاد. خب موسی از بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل یعنی بنی یعقوب، اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراهیم، و شنیده بود که اهل مدین هم از اولاد ابراهیم هستند. گفت که بالاخره اونجا برم، شاید به خاطر صله رحمی نه مدین کسی را می شناخت و نه مدین راه مدین را بلد بود. با توکل به خدا رفت، همین دعا را فقط کرد، رب نجنی من القوم الظالمین که دیروز خواندید، و رفت. اما گفت که جای بلد نیستم ولی توقع دارم و توکل دارم بر اینکه ربم مرا درست نشان بدهد، راه درست را. ربی یعنی توقع دارم، امید دارم که رب من ان یهدینی سواء السبیل، مرا به راه راست و راه درست راهنمایی کند. بالاخره خداوند راهنماییش کرد، راه را پیدا کرد، از کسی پرسید یا نپرسید، رفت و به مدین رسید. وقتی که مدین رسید، مدین بالاخره خارج از محدوده فرعون بود، خارج از حکومت مصر بود. مدین جز مصر به حساب نمی آمد. اونجا که رفت دید که مردم هست و زندگی و گوسفند و آب و چاه و بالاخره همون چیزی که در روستاها وجود دارد، و معمولا کسی که از راه بیاید به طرف آب میره. موسی علیه السلام به طرف آب رفت، چاه رفت که مردم اونجا جمع هستند و مردم دارن گوسفندهای خودشون را آب میدهند. آب توانستند آب بکشند. اینها زن بودن، قدرت جسمانی زیادی ندارند، منتظر بودن بقیه آب بدن. اگر در اون ته حوض چیزی ماند و ته تهلاب چیزی باقی ماند، گوسفندان خودشون را اونها آب میدن، چون اونها نمیتونستن آب بکشن. لذا موسی علیه السلام
به مردم را کنار زد و برای اونها آب کشید. ولما ورد ماء مدین، وقتی که آب مدین را وارد شد، وجد علیه امة من الناس یسقون، یافت گروهی از مردم را که آب میدادند. و وجد من دونهم امرأتین تذودان، یافت بر آنها غیر از مردم دو تا زن را که تذودان یعنی تمنعان، مانع گوسفندهای خودشون بودند. قال ما خطبکما، حال شما چیست؟ یعنی وضعیت شما چیست؟ شاید یکی از دلایل بود که چرا شما آمدید، چرا مردی از خانه شما نیامده؟ بالاخره اونها پاسخ دادند قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ما آب نمیدهیم تا که برگردند چوپانهای دیگر. و چرا خب شما آمدید؟ و ابونا شیخ کبیر، ما در خانه محرم یکی داریم، اونم پدر ما هست، پیرمرد ضعیفی هست، پیرمرد کهنسالی هست. بالاخره ما آمدیم که کار گوسفندها را و کار سقایه را انجام بدیم. فسقا لهما، موسی علیه السلام برای اونها آب کشید. حالا تفسیر معالم التنزیل در تفسیر این آیه نوشته که اونها گفتند انا امرأتان لا نطیق ان نستسقی، ما دو زن هستیم نمیتوانیم آب بکشیم، ولا نستطیع ان نزاحم الرجال، نمیتوانیم مزاحمت برای مردان بکنیم. فاذا صدروا سقینا مواشینا ما فضلت مواشیهم فی الحوض، اونها آب بدند، هرچی که باقی بماند در حوض ما مواشی خودمون را آب میدیم. موسی رفت برای اونها آب کشید. حالا الله بهتر میدونه، ولی معمولا دلو بزرگی بود که کار زنها نبود، کار یک مرد و دو مرد هم نبود. تفسیر مدارک که نوشته 40 نفری اون دلو را میکشیدند. روی انه نحى القوم عن رأس البئر، موسی به مردم گفت شما برین کنار، این خانم ها میخوان آب بدند. اونها را بیرون کرد. و سألهم دلوا فاعطوه دلوهم، اونها دلو بزرگی داشتن، اون دلو را دادن و گفتن استسقی بها، با این آب بکش. میخواستند که تمسخر بکنند، چون کار یک نفر و دو نفر نبود. و کان لا ینزعها الا 40، با اون دلو آب نمی کشید مگه 40 نفر. 40 نفر با هم می گرفتند و می تونست آب بکشند. فاستقا بها و صبها فی الحوض، موسی به تنهایی آب کشید و تو حوض ریخت که اون زنها آب بردارن. بالاخره اونها آب برداشتند، اونها آب برداشتند و آب دادن گوسفندان خودشون را و زود تمام شدن. موسی نوبت گرفت برای اونها، رفتن خانه زود رسیدن. لابد گرچه در قرآن نیست، پدرشون پرسید عجب امروز زود آمدید؟ اونها هم گزارش دادند و گفتن که یه آدم غریب بود، جایی نداشت، همونجا به سایه درختی رفت و نشست. او گفت که بالاخره مهمان بوده، این احسان به شما کرده، بریم بیارین خونه. موسی علیه السلام اینجا دعا میکنه، چون موسی هم خسته بود هم گرسنه بود، راه طولانی آمده بود. گفت خدای هر چی که به من بده من نیاز دارم. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نیاز انسان در چنین مواقع چی هست؟ بالاخره یه جای راحت هست، یه غذای خوب هست، الله تعالی فوراً اجابت کرد. فسقا لهما ثم تولی الى الظل، برای آنها آب کشید، سپس رفت به طرف سایه. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، گفت بار الها همانا من برای آنچه که برای بسوی من نازل کنی، یعنی به من عطا کنی از هر خیری، من محتاج هستم. غذا باشه، آب باشه، جای استراحت باشه، هیچ جایی نداشت. فجاءته احداهما تمشي على استحياء،
آمد یکی از اون دخترها در حالی که بر حیا را می رفت. قرآن مجید درباره حیای اونها تعریف کرده. معلوم میشه که الله عزوجل در قشر زن حیا را خیلی میپسندد، خیلی دوست دارد. از بندگان خدا زنها که حیا در اونها غالب باشه، و عموما زنها حیا غالب هست. حیا اونقدر که در زن هست در مرد نیست. لذا همین را قرآن برجسته کرده. این معنادار است، این اشاره به نکته هست که اون چیزی که برای زیبنده زن هست، اون چیزی که زینت زن هست و زیبایی زندگی یک زن هست، حیا است. با حیا باشد. امروزه اینقدر تبلیغات میشه که بی حیایی را یک نکته مثبت میدانند. بعضی اوقات بعضی زنها در راستای مسائلی متاسفانه از خود بی حیایی نشان میدهند. مردها اونها را تعریف میکنن، میگن با جرأت است. نه، عرض کنم که وقتی که زن حیادار باشد، قرآن این را تعریف میکنه. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. پدرم تو را میخواهد، پدرم از شما دعوت کرده خانه بری تا که اجر اون چیزی که برای ما آب کشیده، مزد تو را، حق و زحمت تو را بدهد. گرچه موسی علیه السلام برای مزد انجام نداده بود. معلوم میشه اگر انسان کاری برای خدا انجام بده، شما یک جایی برای کسی کاری برای خدا انجام میدی، اما طرف میبیند که فلان زحمت را، فلان کار را برای ما انجام داد، بعدا خودش یک مزدی به شما میده. شما در نیتتون نبود، مطالبه شما هم نبود، شما برای خدا انجام دادی. میتونی این مزد را بگیری، ثواب هم بهت رسیده. چون ثواب بالاخره این خلوص انسان همون ابتدا که انسان انجام میده بهش میرسه، اما بعدا یک مزد اضافی هم بهش میرسه، این از طرف خدای عزوجل است. موسی برای مزد انجام نداده بود. الان که میخواد شعیب و مزد بده، موسی هم نیاز دارد، بالاخره موسی میگیرد. اون اخلاص موسی هم هیچ کمی نیامده. ان ابی یدعوک. اینجا بنده خدمت شما و عرض کردم که پیرمرد و ابونا شیخ کبیر. حالا این که ما میگیم شعیب هست، در قرآن نیست. در قرآن به عنوان شیخ آمده، در عنوان پیرمرد آمده. اما اهل تفسیر میگویند چون این پیرمرد مدین که باز موسی علیه السلام را تسلی میدهد، این کسی به غیر از شعیب نمیتونه باشه. این حضرت شعیب بوده لابد. فلما جاءه وقص عليه القصص. وقتی که آمد پیش اون پیرمرد شیخ کبیر و تعریف کرد برای او واقعات را، قصص واقعات، جریانات، اون چه که اتفاق افتاده. ما از بنی اسرائیل هستیم، در مصر زندگی میکنیم. خب اهل مدین خبر داشتن بنی اسرائیل بعداً از شام آمدن دیگه، با هم دیگه نسبت داشتن. گویا اهل مدین و بنی اسرائیل با هم دیگه نسبت عموزادگی دارن، پسرعمویی دارند. چون شعیب هم فرزند ابراهیم هست، ببخشید مدین هم فرزند ابراهیم هست، اسحاق هم فرزند ابراهیم هست. اینا با هم برادرند. وقتی که برادر هستن فرزندانشون پسرعمو میشه، نسلشون به همین صورت. بس گفت که این اتفاق افتاده کل جریان فرعون را. قال لا تخف. او گفت نترس، نجوت من القوم الظالمین. از قوم ظالم و ستمگر نجات یافتی، به دلیل اینکه منطقه مدین جز مملکت فرعون نیست. بالاخره از موسی پذیرایی شد. موسی رفع خستگی کرد، استراحت کرد. حالا موسی هست که باید تصمیم بگیرد، باید یه جایی برای خودش پیدا بکند.
اما قبل از اینکه موسی اجازه بگیره و خانه اونها را ترک بکنه، یکی از همین دخترها به پدرش پیشنهاد میده که پدر، اگر شما میخواهی کسی را به عنوان اجیر، به عنوان کارگر خودت انتخاب کنی برای گوسفندها، برای کارهای خانه، بهترین فرد همین فرد هست، همین مسافر هست که آمده خانه ما، به دلیل اینکه هم جایی ندارد، او راحت قبول میکند، و دلیل دوم اینکه قوی و امین است، هم قوی هست، از آب کشیدن قدرت و قوت او را دریافتن که به تنهایی چه دلو بزرگی را بالا برد، و امین هست در رفتارش و در وقت آمدن به خانه شعیب دید که چه پاکی از خود نشان داد، چه عفتی، چه حفاظت نگاه و حفاظت نظر. در تفسیرها نوشته که موسی علیه السلام جلوتر رفت، گفت که من جلو میشم، شما پشت سر من حرکت کن. اون را جلو نکرد که وقتی چشمش نیفته، و گفت که راه را به من نشان بده. او از پشت راهنمایی میکرد، موسی سرش پایین بود و رفت به خانه شعیب. لذا هم امانتش را دریافت از همین رفتارش، هم قوتش را. قالت احداهما یا ابت استاجر، یکی از اون دخترها گفت ای پدر، این را به عنوان اجیر بگیر، به عنوان کارگر انتخاب کن. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بهترین کسی که شما کارگر بگیری و اجیر بگیری اون فردی هست که هم قوی باشد و هم امین باشد. لذا شعیب علیه السلام پیشنهاد دیگری، و بعد از اینکه شعیب تشخیص داد با گزارشی که موسی داد که ایشون فرد صالحی هست، از نسل حضرت اسحاق هست و مؤمن هست، با خدا هست، با تقوا هست و مسافر، جایی هم نداره، بهترین فرد برای دامادی همینه. او هم 2 دختر داشت، لذا به او خودش پیشنهاد داد. این عیب نیست وقتی که انسان یه فرد مناسب ببیند و خودش برایش گشت. جامعه ما جامعه نادرستی هست، مردم بد میدانند، ولی حقیقت کار عیب نیست که انسان وقتی که کسی را مناسب ببیند خودش پیشنهاد بده که من آماده هستم این معامله را با تو انجام بدهم. قال اینی اريد ان انکحک احدى ابنتی، من میخوام که به نکاح تو در بیاورم یکی از دخترانم را که هاتین، این 2 هستند، اما از تو چی میخوام؟ علی ان تأجرنی 8 حجج، بر اینکه تو اجیر من باشی، کار بکنی برای من 8 سال کار بکنی. 8 که لازمه، اما اگر خودت لطف کردی و 10 کردی بهتر. فإن اتممت 10 فمن عندك، اگر تکمیل کردی از جانب خودت هست، اون لطف خودت هست. و ما اريد ان اشق عليك، من نمیخوام بر تو سخت بگیرم. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، مرا میابی اگر الله بخواهد از صالحین، یعنی شایسته این کار هستم که با تو این احسان را بکنم. موسی علیه السلام هم از خدایش بود، بلا درنگ قبول کرد، جایی نداشت. گویا اون دعای رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اجابت شد. حضرت استاد رحمت الله علیه همیشه میگفت طلاب را وقتی که این آیه را میخواندیم، میگفت بعد از این که رفتید به خانه هایتون و کسانی که اراده ازدواج دارند و تصمیم دارند و جایی مد نظرشون نیست، این دعا را بخوانند، خداوند بهترین جا نصیبشون میکنه. ببین موسی علیه السلام بالاخره این دعا را خوانده، قرآن نقل کرده که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. هر خیری، هر خیر چی هست؟ جای مناسب هست، زندگی مناسب هست، معاش و بالاخره اقتصاد مناسب است، شامل همه چیز میشه. دعای بسیار جامعی هست. گرسنه هستی، نیاز به غذا داری، این خیر هست.
لباس نداری، نیاز به لباس داری، خدا بهت لباس بده، این خیر هست. معاش و پول برای زندگی نداری، خدا بهت بده، این خیر هست. زنی برای زندگی نداری، خدا بهت بده، این خیر هست. شامل همه اینها میشه. بالاخره دعا قبول شد. موسی علیه السلام هم اینها همه حکیم بودند، با فراست بودند. همدیگر وقتی که با همدیگر صحبت کردند در یک نگاه همدیگر را شناختند. لذا موسی هم دریافت که این پیغمبر خداست، انسان شریفی هست و این هم در خانهش کسی را ندارد. قطعا در دل موسی هم این انگیزه پیدا شده که برایش خدمت بکنه. لذا موسی میگه قال ذلك بینی و بینک، این بین من و بین تو قرارداد هست 8 سال. اما ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، هر یکی از این 2 مدت را من کامل کردم، بر من هیچ جبری نیست. والله علی ما نقول وکیل، خدا را گواه گرفتم بر آنچه که ما میگوییم، خدا گواه است. خلاصه موسی علیه السلام مدت را کامل کرد، 8 سال یا 10 سال، الله بهتر میداند، ذکر نشده. ولی پیغمبر، وفای پیغمبر را میدونیم که چه وفایی هست. او قطعا به اون اندازه که برگردنش واجب و لازم است انجام نمیده، گرچه هنوز پیغمبر نیست ولی پیغمبر آینده هست. قطعا او 10 سال را کامل کرده، اکثر نوشتن 10 سال. بعد از 10 سال حالا اجازه خواست، گفت من زنم بر میدارم میرم به منطقه خودم. به طرف مادر و خواهرش رفت، برادری داشت، هارون بود، مادرش بود، خواهرش بود. اونها هم دلواپسش بودن، پریشان بودن. میخواست بره سر بزنه، لابد میخواست بره سر بزنه دوباره بیاد پیش شعیب، نمیخواست برای همیشه ترک بکنه. اما در مسیر، در راه، الله عزوجل اون امانت بزرگ را، یعنی نبوت را که نعمت هم بزرگی هست، به موسی علیه السلام عطا فرمود. فلما قضا موسی الاجل، زمانی که موسی اجل را کامل کرد، تمام کرد، و سار به اهله، و رفت با اهلش به طرف مصر. اکثر میگن به طرف مصر، بعضی میگن به طرف شام، اما بیشتر مفسران میگن به طرف مصر رفت. بعضی میگن نمیتوانست مصر بره، به شام رفت. آنس من جانب تور، نارا مشاهده کرد از جانب تور، آتشی را. اون چی که دید به شکل آتش دید تا بره به طرف اون، چون نیازی به راهنما داشت، به گرمی هم داشت. قال لأهله امکثوا، به اهلش گفت اینجا بمانید شما. اهلش زنش بود، اما قبلا خدمت شما عرض کردم کلمه اهل جمع مذکره، به همین خاطر کلمه امکثو صیغه جمع مذکر آمده، به اعتبار اهل آمده. انی آنست نارا، من مشاهده کردم از دور آتشی را. لعلی آتیکم منها بخبر، تا اینکه از اونجا خبری بیاورم. او جذوت من النار، یا شعله از آتش بیارم. لعلکم تصطلون، تا شما گرم کنید، حرارت حاصل کنید. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، این وعده دوم هست، انجاز وعده دوم. کدوم وعده دوم؟ خدای عزوجل یادتون هست که با مادر موسی 2 وعده کرد، گفت فالقه فی الیم، دریا بنداز. 2 وعده، 1 انا رادوه الیک، ما این بچه را، این طفل را به تو برمیگردانیم. و جاعلوه من المرسلین. اون وعده اول همون وقت ایفا شد، برگرداند خدا موسی را به مادرش. وعده دوم این را پیغمبر خودمون قرار میدیم، این هست. فلما اتاها، زمانی که پیش آن آمد. نودی من شاطئ الوادی الایمن، ندا شد از جانب وادی، اون وادی که اونجا بود از جانب راست وادی. فی البقعة المبارکه، در آن بقعه مبارکه از جانب درخت، گویا به طرف درخت چیزی بود. ندا کرد و ندا شد موسی
ان یا موسی انی انا الله رب العالمین، این که ای موسی همانا من الله هستم، من اللهی که رب تمام عالمیان هستم، من اون الله هستم، من متکلم بلا کیف، منی که دارم باید صحبت میکنم. موسی علیه السلام فقط این صحنه نورانی را و عجیب را میدید و صدا را میشنید. گفت که ای موسی عصایت را بنداز و ان القی عصاک. حالا بعضی از مکالمه اینجا ذکر نشده، در آیات دیگه هست. بعد از این که خداوند گفت من خدا هستم، با موسی کلام فرمود و به موسی گفت دست چیه؟ گفت هی عصای اتوکل علیها و اهش الی آخری. دیگه مکالمه هم شد تا اینکه خدا فرمود همین عصا را بنداز و ان القی عصا. فلما رآها تهتز، وقتی که دید آن عصا را که تهتز یعنی حرکت میکرد، تتحرک، کأنها جان، چنان با سرعت حرکت میکرد که گویا مار باریکی بود. مار باریکی نبود، اون مار بزرگی بود. فاذا هی ثعبان مبین، شما خواندید اژدها بود، اما از بس که سرعت داشت، تشبیه در حرکت و در سرعت است، نه در اندازه. به این مار کوچک در چی تشبیه است؟ در حرکت. گویا اون مثل چی بود؟ مثل یک مار باریک بود. ای فی سرعت الحرکه مع غایت عظم جثتها، جثهش خیلی بزرگ بود اما در سرعت مثل یک مار کوچک بود. ولا مدبر، موسی فرار کرد پشت دهنده، ولم یعقب، و اصلا پشت سر نگاه نکرد، عقب نگاه نکرد. موسی بود و گام بر می داشت و بودو که نرفتی. ترسید از این وضعیت. الله فرمود یا موسی اقبل ولا تخف، موسی بیا نترس، انک من الآمنین، تو ایمن هستی، با تو کار ندارد. این آیه از آیات رحمان است بهت میده، بیا بگیر. آمد و گرفت، دوباره تبدیل به چی شد؟ به عصا شد. دوم اسلک یدک فی جیبک، داخل کن دستهایت را در گریبانت، تخرج بیضاء من غیر سوء. عرض کنم که خارج میشه دستت سفید، اما من غیر سوء، بدون اشکال. ببین من غیر سوء، بعضی از اهل تفسیر میگویند که چون تورات میدونید تحریف شده بود، در تورات بود که موسی علیه السلام اونجا هم معجزه موسی ذکر شده. موسی دستش را به گریبانش برد، زیر بغل برد و دستش را وقتی که بیرون کرد سفید مبروس بود. سفید چی بود؟ مبروس. در تورات اینطور نوشته. مبروس یعنی به برس. سفیدی مثل سفیدی چی؟ برس. شما میدونید سفیدی برس، الان کسی که مریضی برس و پیس داشته باشه، بدنش دستش سفیده، ولی این سفیدی زیبا نیست، زشته، گویا مثل برس بود. تورات اینطور نوشته. خب این را حتما یکی تحریف کرده. قرآن میخواست بگه که اون غلط است، لذا اینجا خداوند چی فرمود؟ من غیر سوء، یعنی مبروس نبود، برس نداشت، بدون برس بود. خب الله می فرماید وضمم الیک جناحک من الرهب. موسی علیه السلام حسابی ترسیده بود و شاید می لرزید، هنوز دل میزد به قول مردم، دل میزد، دلش تون میزد و بدنش از ترس می لرزید. خدا فرمود که وضمم الیک جناحک، یعنی هر دو تا دستت را بچسبان، بازوهایت را متصل کن از ترس، تا اینکه این ترس هم از بین بره. خلاصه الله عزوجل ترس را هم از موسی برد. فذلک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه، این دو تا مدرک هستند، دو تا برهان هستند از جانب ربت به سوی فرعون و ملئ فرعون.
انهم كانوا قوم فاسقین، همانا اینها قوم فاسقی بودن. حالا موسی علیه السلام یک سری عذرهایی دارد که اون عذرها را ذکر میکنه. ببینید این معروضات موسی به معنای کناره کشی از رسالت نیست، به معنای شان خالی کردن از مسئولیت نیست. به منظور چی هست؟ از ادامه شما خودتون میخوانید. به منظور کمک گرفتن بیشتر از خدا و تقویت بیشتر هست. ای انه طلب من الله ما یقوی قلبه و یزیل خوفه. تفسیر کبیر نوشته موسی از خدا خواست، نخواست که من نمیتونم. اینها را ذکر کرد تا که خدای عزوجل او را کمک کند، تقویت بکند و خوفش را از بین ببره، ترس از وجودش بریزه. لذا گفت قال رب انی قتلت منهم نفسا، بار اله من از اونها نفسی را کشتم، فاخاف ان یقتلون، می ترسم مرا بکشند، یعنی قصاص بگیرند و وقت رسالت انجام نگیرد. پس برادرم هارون وقتی باشه او که قاتل نیست، اگر من کشته بشم هارون ادامه میده. دغدغه موسی اینه که رسالت انجام نگیرد یه وقتی. و اخی هارون هو افصح منی لسانا، برادرم هارون از نظر زبان از من فصیح تر است، من زبانم بندش دارد. فارسله معی، او را هم با من بفرست. رد ان یصدقنی، رد ان یعنی معین، مددگار، کمک کننده که مرا تصدیق بکند، او هم مرا تایید کند، او هم بگه که استدلال بیاره که ما پیغمبر هستیم. انی اخاف ان یکذبون، ما میترسیم که اونها ما را تکذیب کنند. الله تعالی جواب دادن. این در رابطه با معروض دوم هست. قال سنشد عضدک باخیک، اون چه که مربوط به برادرت هست ما بازویت را محکم میکنیم با برادرت. یعنی چی؟ یعنی تقویتت میکنیم، او را به عنوان پیغمبر هم انتخاب میکنیم. و نجعل لکما سلطانا، اما این درباره معروض اول است. این که شما میگه بندش زبان داری، لکنت زبان داری، ما برای شما تسلط میدیم، یعنی قوت بیان میدیم که اصلا اون هم احساس نشه. فلا یصلون الیکما، تسلط به اون معنی هم هست، به معنی قدرت هم هست و هیبت، چنان هیبتی که به شما نرسند، یعنی جرأت نکنه دست به طرف شما بلند کنه. به آیاتنا، با این آیات ما. وقتی معجزات را ببینه میتونه بیان به طرف موسی. انتما و من اتبعکما الغالبون، شما و هر کسی پیروان شما باشد شما غالب میشید. شما دو نفر، یعنی شما ای موسی و هارون و پیروان شما غالب میشند. بالاخره موسی علیه السلام از اونجا راه افتاد، آمد برادر را ملاقات کرد و به برادر گفت که این رسالت مال دوتای ما هست و جبرائیل قطعا پیشه. هارون هم آمد. فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات، وقتی که موسی آمد پیش فرعونیان همراه با آیات واضح ما، قالوا ما هذا، اینا ترجمه میخواد، اینا را شما بحثاشون را خواندید. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، نیست این مگر جادویی که افترا شده بر خدا. و ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، چنین چیزی ما نشنیدیم در پدران اولین ما که ما را چنین تبلیغ بکنن، کسی ادعا بکنه از طرف خداست و باز بگه هیچ کسی را غیر از خدا عبادت نکنید. معلوم میشه در میان قبطی ها هیچ کسی تعیین نشده بود و معلوم میشه که بنی اسرائیل هم وظیفه خودش را انجام نداده بود. بنی اسرائیل بعد از سیدنا یوسف علیه السلام دعوت نداده بود، بس توحید را مطرح نکرده بود. اونا اولین باره که میشنوند چنین چیزی را. خب اگر بنی اسرائیل قبلا مطرح میکرد این نامعنوس برای اونها هم نبود و بعد بنی اسرائیل هم اینطور ذلیل نمیشد، برده نمیشد. چرا این بردگی را خدا برایش آورد؟ چون وظیفهش را فراموش کرد. وظیفهش دین و تبلیغ دین بود. وقال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده، موسی گفت رب من بهتر میداند
آن کسی را که از جانب الله آمده هدایت آورده، جاء بالهدى، هدایت آورده، من عنده، از جانب رب، و من تکون له عاقبت الدار، اون کسی که برای او عاقبت دار هست، انجام خوب هست، الله بهتر او را میداند. انه لا یفلح الظالمون، همانا شان این است که ظالمان رستگار نمیشوند، مشرکان کامیاب نمیشوند. اما فرعون عصبانی شد. فرعون عصبانی شد که موسی داره از من سرپیچی میکنه، مرا به عنوان رب قبول ندارد. جمع کرد تمام درباریان را، تمام اشراف را و برای اونها سخنرانی کرد. هرگاه یک حادثه، یک اتفاقی میشه، کسی که در رأس مملکت است بالاخره قوم را جمع میکنه، جلسه تشکیل میده، سخنرانی میکنه، موضع خودش را چی میکنه؟ اعلام میکنه. این الان اعلام موضع هست. وقال فرعون یا ایها الملأ، فرعون گفت ای درباریان، ای اشراف، ای ملأ، ما علمت لكم من اله غیری، من نمیدانم برای شما هیچ اله و هیچ معبودی که از او فرمان ببرید، در مقابل او سجده کنید غیر از خودم. حالا موسی که چنین ادعای میکند، فاوقد لی یا هامان علی الطین، ای هامان برای من روشن کن بر گل، بر من روشن کن بر گل. یعنی چی؟ یعنی خشت پخته. فجعل لی صرحا، قرار بده برای من یک مکان مرتفعی، صرح سکوی بلند، لعلی اطلع الى اله موسی، تا من سرک بکشم، یعنی برم نگاه بکنم ببینم اله موسی را. و انی لاظنه من الکاذبین. خب این کاری که توی فرعون داری میکنی، داری تایید میکنی که موسی خدایی دارد، اما برای اینکه کسی چنین تصوری نکنه، من او را از چی میپندارم؟ از کاذبین میپندارم. ولی باز هم حالا این حماقت فرعون بود که گفت برایش برجی درست کنم، برایش یک سکو و یک مکان بسیار مرتفعی درست کنم. حالا در این باب روایت هایی هم است، اما همین روایت ها اسرائیلی هست. بحث اینه که آیا این مکان درست شد یا نشد. بعضی میگن که خیلی جای بزرگی درست کردی. تو روایت های اسرائیلی آمده که 50,000 نفر معمار، مهندس و کارگر هامان تعیین کرد، این مکان را زود سریع جمع کرد، درست کرد. خیلی بلند بود و به قدرت خدا هیچ که نمیتونست به اون قله بره، رفتنش سخت بود، به غیر از خود فرعون رفت. فرعون اونجا رفت و بعضی روایت هاست که حتی تیر و کمان با خودش برد، اونجا چیزی ندید، زد به طرف آسمان و از اون طرف تیر با خونی افتاد. از این داستان ها که اینا اسرائیلی هستن، نه ما میتونیم اینا را تایید کنیم نه تکذیب. بسیار میگن نه، این اصلا بنای درست نکرد، همینطور میخواست که مردم را سر کار بذاره. بالاخره فجعل لی صرحا، برای من یک مکان مرتفعی قرار بده، لعلی اطلع الی اله موسی، تا من سرک بکشم. و انی لاظنه من الکاذبین، من او را کاذب میدانم. واستکبر هو و جنوده فی الارض. الله عزوجل به صورت خلاصه میگه که این فرعون بیچاره انکار کرد توحید را، واستکبر، سر باز زد، تکبر کرد، او و لشکریانش در زمین بناحق. و ظنوا انهم الینا لا یرجعون، اونا فکر میکردن به سمت ما، به سوی ما برگردانده نمیشوند، چون منکر قیامت بودن، منکر معاد بودن. الله میفرماید فاخذناه، ما او را مؤاخذه کردیم، و جنوده و لشکریانش را مؤاخذه کردیم. فنبذناهم فی الیم، آنها را همه را در دریا انداختیم. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین، ببین عاقبت و انجام بد ظالمین چطور شد. خلاصه خدا غرقشون کرد. اون داستان غرق را شما بعدا خواندید. وجعلناهم ائمة یدعون الی النار، اینها را پیشوایان
پیشوایان کفر قرار دادیم که مردم را به سوی چی فرا می‌خواندند؟ به سوی آتش، به سوی عذاب. و یوم القیامت لا ینصرون، در روز قیامت اینها یاری نمیشوند، مورد حمایت خدا قرار نمیگیرند. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، در این دنیا دنبال اونها فرستادیم نفرین، لعنت، دوری از رحمت. و یوم القیامت هم من المقبوحین، در روز قیامت این افراد از چهره زشت ها هستند. مقبوح اون کسی که چهره زشتی دارد. چهره زشت شما میدونید در قیامت بر اساس چیه؟ بر اساس عمل کرده. هرچی که عمل کرده انسان بدتر باشد، هرچی که پروندهش خرابتر باشد، چهرهش هم خرابتره. لذا اینها پرونده بدی دارند. الله تعالی می فرماید بعد از این مرحله که فرعون را ما هلاک کردیم، فرعون را غرق کردیم، بعد از این مرحله نوبت چی می رسد؟ نوبت عرض به خدمت شما کتاب بنی اسرائیل. ولقد آتینا موسی الکتاب، همانا ما به موسی تورات دادیم، کتاب دادیم. من بعد ما اهلکنا القرون الاولا، بعد از اینکه ما هلاک کردیم قرون اول را، یعنی فرعونی ها را کتاب دادیم. کتاب، خصوصیات کتاب، اولین خصوصیت بصائر للناس، منظور الناس بنی اسرائیل. برای بنی اسرائیل موجب بصیرت بود، یعنی چشماشون را باز میکرد، حقایق را به وسیله این کتاب در پرتو این کتاب میدیدن. همونطور که الان ما حقایق را در پرتو آیات قرآن میدونیم شرک چقدر قبیح است، توحید چقدر زیبا است، ایمان چه نور والایی هست. همه این حقایق را از کجا میدونیم؟ از قرآن. اون تورات هم برای اونها باعث بصیرت بود، باعث دیدن حقایق و باز شدن چشم. و هدن، وصف دوم تورات هدایت بود علما. کسی میخواست بداند که هدایت یعنی چه، راه یعنی چه، تورات. و سوم و رحمتا، و رحمت بود عملا. کسی که به او عمل میکرد زیر نظر رحمت پروردگار قرار میگرفت. لذا چنین کتابی دادیم به بنی اسرائیل لعلهم یتذکرون، تا اینکه اونها پند بگیرند. حالا هنوز ادامه دارد داستان بنی اسرائیل، اما خدای عزوجل در وسط در یکی دو آیه برای حقانیت و صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم استدلال میگیره که یعنی ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای پیغمبر محبوب من، تو به حق نبی خدا هستی، بدون شک رسول خدا هستی. چطور؟ از کجا معلوم میشه؟ ببین این آیاتی که شما خواندید، در این آیات رسول الله این آیات را تلاوت کرد. در این آیه از تور صحبت شد، از جانب غربی تور که خدا نبوت را به موسی داد. از مدین صحبت شد که موسی مدین رفت و اونجا خدای عزوجل به او جای داد، مأوا داد، سکن داد، زن داد، زندگی داد. همه چیز را به حضرت موسی عطا کرد. به رسول الله خداوند در این جمله معترضه میفرماید تو که اونجا نبودی، و ما کنت ساویا فی اهل مدین، تو که در میان اهل مدین باشنده نبودی، ساکن نبودی، از کجا میدونی اینها را؟ این دلیل نبوت تو هست، دلیلی که تو با وحی ارتباط داری، تو با فرشته ارتباط داری، تو با الله در ارتباط هستی. پس این جمله معترضه برای صداقت رسول صلی الله علیه وسلم. الله می فرماید و ما کنت بجانب الغربی، نبودی تو در جانب غربی تور، اذ قضینا الی موسی الامر، زمانی که ما کنت یعنی جسدن و روحا، نه حضور فیزیکی داشتی نه روحت اونجا بود.
اذ قضینا الی موسی الامر، زمانی که ما حکم دادیم به موسی امر را، یعنی تورات را. و ما کنت من الشاهدین، و نبودی تو از گواهان، اونجا حضور نداشتی که گواهی میدی. ولكننا انشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، اما ما ایجاد کردیم قرنهایی که، یعنی از اون به بعد قرنهای زیادی که فتطاول علیهم العمر، عمرها طولانی شد، یعنی سالهای سال گذشت. اینجا پیغمبری نبود، حالا ضرورت رسالت هست، نیاز به پیغمبری هست. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین، و نبودی تو مقیم در اهل مدین، در میان اهل مدین مقیم نبودی که حالا از چاه تعریف میکنی، از کشیدن آب تعریف میکنی. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین تتلو علیهم آیاتنا، در میان اهل مدین مقیم نبودی که تلاوت میکنی بر اینها آیات ما را، درباره مدین میگویی. اینا را از کجا میدونی؟ ولكننا كنا مرسلین، اما این دلیلش هست که ما هستیم فرستنده، ما تو را فرستادیم، حالا تو پیغمبر خدا هستی. و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا، و همچنین اون زمانی که ما به موسی نبوت دادیم کناره طور تو نبودی. و ما کنت بجانب الطور، نبودی در جانب طور اذ نادینا، زمانی که به وقت اعطای نبوت ما موسی را ندا کردیم. ولكن رحمتا من ربک، اما این رحمتی از جانب رب تو است ای محمد صلی الله علیه وسلم، یعنی اینکه خداوند به تو رسالت داد، به تو نبوت داد، این خدا بهت داد. همه اینها دلیل نبوت تو هست که نبی بشی چیکار بکنی، وظیفه چیه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تاکه بیم بدهی، تاکه بترسانی قومی را که ما اتاهم من نذیر، پیش آنها هیچ نوع نذیری نیامده، من قبل که قبل از تو هیچ نوع ترساننده نیامده. لعلهم یتذکرون، تا اینکه اینها پند بگیرند. ببینید بعد از اسماعیل علیه السلام چندین هزار سال گذشته بود، در این مناطق، در منطقه حجاز و این مناطقی که رسول الله و قبل از اون قومش بودن، هیچ پیغمبری نیامده بود، لذا ضرورت رسالت هم هست. ولعلهم یتذکرون. اما الله عزوجل می فرماید که این رسالت را برای این دلیل رسالت هست. دلیل چیه؟ رسالت. ببین دلیل رسالت را به زبان ساده بگم، بعدا ترجمه بکنیم آیه را. دلیل رسالت اینه که اگر خدا رسول نمی فرستاد، خب مردم گمراه بودند، به خاطر گمراهی خداوند مؤاخذهشون میکرد، چه عذاب دنیا برایشون میآمد چه عذاب آخرت. اون وقت مردم دهنشون آب داشت، میتونستن اعتراض بکنن که خدایا چرا پیغمبر نفرستادی، قبل از پیغمبر به ما عذاب دادی، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، پیغمبر میفرستادی ما از او پیروی میکردیم. اما به همین دلیل خداوند عزوجل قبل از اینکه پیغمبر بفرسته عذاب نداد. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. بنابراین این دلیل ضرورت رسالت است. ولولا ان تصیبهم مصیبة بما قدمت ایدیهم، این تخویف دنیوی است. اگر این نبود که برسد به اونها مصیبتی به سبب عمل کردشون، حالا این مصیبت در دنیا و در آخرت، فیقولوا، بگوین ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، بار اله چرا نفرستاده بسوی ما رسولی که فنتبع آیاتک،
ما پیروی کنیم آیات تو را و نکون من المؤمنین، از مؤمنین باشیم. یعنی به این دلیل من پیغمبر فرستادم. حالا پیغمبر آمده با مذهب حق آمده، با دین کاملتر آمده، با کتاب جامع آمده. بجای تسلیم، بجای رضا، بجای پذیرش چه بهانه های میکنند؟ میگن که لولا اوتی بمثل ما اوتی موسی من قبل، لولا اوتی مثل ما اوتی. چرا کتاب این مثل کتاب موسی نیست؟ موسی تمام کتاب تورات یک جا در الواح بهش داده شد، در اون برگه ها بهش داده شد. چرا کتاب این کلمه کلمه آیه آیه نازل میشه؟ چرا مثل کتاب موسی یک بار نازل نشد؟ فلما جاءهم الحق من عندنا، زمانی که حق یعنی مذهب حق پیش آنها آمد از جانب ما، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی، چرا این داده نشد مثل آن چیزی که موسی داده شد؟ یعنی مثل او تورات یک جا. اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل، حالا الله تعالی می فرماید امثال اینها، هم کیشان اینها، هم مذهبان اینها، مگه موسی را تکذیب نکردند؟ اینا میگن چرا مثل موسی نیست؟ خب همون موسی که خودش بود، مگه موسی را امثال اینها، هم دینهای اینها تکذیب نکردند؟ اولم یکفروا بما اوتی موسی من قبل، آیا اینها کفر نکردن به اون چیزی که موسی داده شد قبل از این؟ چی گفتند؟ قالوا سحران تظاهرا، گفتن که دو تا جادو هستن که نشان داده شد. حالا سحران بعضی روایت بعضی قرائت ها ساحران، سحران به معنی تورات و قرآن. اگر دو تا جادو باشه یعنی هم نسبت به قرآن گفتن سحر، هم نسبت به تورات گفتن. دو تا جادو هست که ظاهر شده. اگر موسی و محمد باشه اون وقت ساحران، دو تا جادوگر هستن که ظهور شدن. و قالوا انا بكل کافرون، گفتن به همه اینها ما کافریم. قرآن را قبول نکردن، انکار کردن. خداوند عزوجل میفرماید اگر شما راست می خود توی کتاب بیارید، قل فأتوا بکتاب من عند الله، بیارید شما کتابی از جانب خدا که هو اهدا منهما، از این دوتا بر هدایت بیشتر و بهتر باشد. اتبعه، من محمدم پیروی او را میکنم اگر راست میگید، این کنتم صادقین. آیا میتونند از طرف خدا کتاب بیارن؟ قطعا نمیتونند. پس وقتی که نمیتوانی ای مشرک، ای مخاطب، پس بدان این کتاب محمد از طرف خداست. فإن لم يستجیبوا لك، اگر اجابت نکردن برای شما، اجابت چی؟ همین فأتوا بکتاب. فاعلم انما يتبعون اهواءهم، پس بدان تو ای مخاطب، بدان ای پیامبر که انما يتبعون اهواءهم، اینها دنبال خواهشات خودشان هستند. و چه کسی بدبختتر و ظالمتر و گمراهتر از انسانی که تابع خواهش نفس باشه؟ و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، چه کسی گمراهتر از اون انسانی که پیروی کند خواهشات خودش را بدون هدایت از جانب الله. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، همانا الله عزوجل توفیق هدایت نمیده چنین قوم ظالمی را. خب بالاخره الله تعالی در این استدلالات اثبات فرمود که بعد از تورات این قرآن از جانب الله عزوجل است. حالا دلائل بعدی و ترغیب به سوی قرآن. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، یعنی ما پیاپی برای اونها فرستادیم سخن پشت سر هم، این نصیحت، اون تذکر، این آیه، اون آیه، لعلهم یتذکرون، تا اینها پند بگیرند. اما بسیاری از همین اهل کتاب هستند که قبلا به اونها کتاب داده شده، حالا که قرآن آمده و قرآن را نگاه میکنن به قرآن ایمان میآورند و اعلام میکنن ما ایمان داریم.
اینا کیا هستند؟ همون مؤمنین از اهل کتاب که ایمان آوردند. علمای اهل کتاب قبلا خدمت شما گفته بودم که اونها اگرچه تعدادشون اندک بود، اما هر جا در این قرآن که خداوند مذمت می‌فرماید اهل کتاب را که ایمان نیاوردند، مورد مذمت و مورد نکوهش قرار میده، اون قشر را استثناء میکند، اون گروه را تعریف میکنه، مثل عبدالله ابن سلام اعوان و انصار او. لذا الله میفرماید الذين آتیناهم الكتاب من قبله، آنهایی که ما به آنها کتاب دادیم قبل از این قرآن، هم به یؤمنون، اونها به این قرآن ایمان دارند، قرآن را قبول دارند. و اذا یتلی علیهم قالوا آمنا به، هرگاه این قرآن بر آنها تلاوت میشه، قالوا آمنا به، میگویند ما به این ایمان داریم، ما قبول داریم از جانب الله است. انه الحق من ربنا، همانا این قرآن حق است از جانب رب ما. انا كنا من قبله مسلمین، همانا ما قبل از این تسلیم شدیم، ایمان آوردیم. الله می فرماید این گروه از اهل کتاب اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، این گروه اجرشان داده میشه، 2 برابر داده میشه به سبب صبر. ببینیم خیلی مشکل هست که یک دین آسمانی داری، باز اون را رها بکنی. این صبر میخواد، استقامت میخواد. به سبب صبر و استقامتشان و یدرؤون بالحسنة السیئة، این گروه کسانی هستند که به وسیله حسنت دفع میکنند سیئه را، یعنی حسنات انجام میدن بعد از سیئات. معلوم میشه که انسان مطلوب خدای عزوجل این است که انسان بعد از هر کار اشتباه به کار نیکی بپردازد تا جبران بشه. اگر گناهی از انسان سر میزند، انسان بعد از اون مقداری خودش را جریمه بکنه، مقداری نماز بخواند، مقداری تلاوت، مقداری صدقه بدهد. کسی که فلان اشتباه را کرد مقداری صدقه بدهد. چرا؟ ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات که انجام بدی تمام اون سیئات را از بین میبرد. به همین خاطر شما خواندی بسیاری از صحابه بودن گاهی اشتباهی میکردند، بعد از اشتباهات خودشون سعی میکردن به وسیله طاعت و عبادت، به وسیله بالخصوص صدقه، چیزی که بیشتر بر نفس چی میشه گران میگذرد، صدقه دادن است از نماز خواندن. شما شاید 100 رکعت نماز بخونی، برایت اونقدر مشکل نباشه که 10 میلیون در راه خدا بدی. این 10 میلیون بیشتر فشار میاره به نفس. اون 100 رکعت میگه که بالاخره میخوانم. پس الله میفرماید اینها وصف دیگرشون چیه؟ وصف دومیشون، وصف اولشون صبر و استقامت، وصف دومیشون و یدرؤون بالحسنة السیئة، به وسیله حسنه سیئه را از بین میبرن. حالا ببینید در احادیث ما داریم بسیاری نیکی ها هستن که شما انجام میدید. این نیکی ها علاوه از این که برای شما ثواب هم دارند، گناهان شما را هم میریزند، گناهان را از بین میبرند. مثلا خواندید در حدیث هست که انسان وقتی که وضو میگیرد طهارت حاصل میکنه. علاوه از این که این وضو کلید نماز هست، طهارت کلید نماز هست، ولی به وسیله همین وضو گناهان صغیره که شما انجام دادید چی میشه؟ از بین میره. شما به سمت مسجد میایید، هر قدمی که بر میدارید این قدم شما باعث کفاره گناهان شما میشه، گناهان شما میریزه. به سمت نماز جمعه میرید، این قدم های شما گناهان این جمعه تا دیگه جمعه را میبخشد. بعضی اینطور هستند که علاوه از این که حسناتی برای خودشون هست، سیئات را هم از بین میبرن. اما بعضی که به این منظور انجام بگیره، اونا به طریق اولا، کسی اشتباهی کرده، گناهی کرده، حالا بعد از گناه خودش را تنبیه میکنه، میگه باید 20 رکعت نماز بخوانم، 30 روز روزه بگیرم، 5 میلیونم در راه خدا بدم. این دیگه
هیچ گناهی برایش باقی نمیگذاره. الله میفرماید و یدرؤون بالحسنة السیئة، دفع میکنن به وسیله حسنه سیئه را، و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما به اونها رزق دادیم خرج میکنن در راه الله. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، هرگاه لغو میشنوند، گناهی میشنوند، اعراض میکنند از آن. و قالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، اعمال ما برای ما، اعمال شما برای شما. سلام علیکم، این سلام متارکه است، یعنی شما بخیر و ما بسلامت، معنیش همینه. سلام علیکم، شما برید رایتون. لا نبتغی الجاهلین، ما دنبال نمی کنیم جاهلین را، پیام را می رسونیم اما زیاد تعقیب نمی کنیم. انک لا تهدی من احببته، این آیه متعلق به ولقد وصلنا لهم القول هست، یعنی پیاپی آیه فرستادیم. اما از این آیه چه کسانی هدایت می شوند؟ هر کسی که پیغمبر بخواد؟ نه، هر کسی که الله بخواد، هر کسی که الله بخواهد. تقریبا تمام اهل تفسیر اتفاق نظر دارند که این آیه در رابطه با ابو طالب هست، عموی وفادار رسول الله، خیلی به رسول الله وفا کرد، خیلی محبت کرد، خیلی لطف و حمایت کرد، و یکی از بزرگترین آرزوهای آن حضرت صلی الله علیه وسلم این بود که ایشون ایمان بیاورد، اما خداوند مقدر نکرد. گاهی عرض میکنم که خداوند تعالی بسیاری از آرزوها و تمناهای قلبی بهترین بندگان خودش را، محبوب ترین بندگان خودش را هم برآورده نمی کند. سر چیه، حکمت چیه، رب خودش بهتر میداند. ولی شاید یکی از حکمتاش توحیده، یکی از بهترین حکمتاش توحیده. برادران جماعت تبلیغ همیشه چی میگن؟ میگن آنچه که خدا بخواد میشه، آنچه که مخلوق بخواد نمیشه. یکی از حکمتاش همینه، شاید آنچه که خدا بخواد میشه، آنچه که حتی مخلوق که پیغمبر خدا بخواد هم نمیشه. شما ببینید پیغمبران، چه پیغمبرانی که سرتاج همه پیغمبران هستند. امام الانبیاء حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. آرزو دارد، تمنا دارد این عمویی که از اون 8 سالگی تا آخرین روز زندگیش همیشه از من حمایت کرده، همیشه در کنار من بوده، هیچ که جرأت نمی کرد به من تعرض بکند، از او می ترسیدند. این بالاخره ایمان نصیبش بشه از این دنیا، ولی خدا نکرد. نوح علیه السلام 1000 سال برای دین خدا تبلیغ کرده، زحمت کشید، آرزوش اینه که بچهش ایمان بیاره، خدا نکرد. ابراهیم کسی که به خاطر دین خدا چقدر سختی کشید، تو آتش انداختندش، ترک وطن کرد، فرزندش را قربان کرد. همه قربانی هایی که یک مؤمن بده بیشتر از اون انجام داد. دوست داره پدرش آزر ایمان بیاره، ولی چیزی که خدا نخواد نمیشه. پس آنچه که خالق بخواد میشه، آنچه که مخلوق بخواد نمیشه. لذا الله می فرماید انک لا تهدی من احببت، همانا تو هدایت نمی کنی هر کسی را دوست داری، ولكن الله یهدی من یشاء، اما الله است که هدایت میکنه هر کسی را که بخواد. و هو اعلم بالمهتدین، و اون ذات بهتر میداند هدایت یافته شدگان را، هدایت یافته شدگان را. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اینجا اشاره به بهانه بازی های بعضی از اهل مکه هستند. در احادیث داریم، روایت ها داریم
که بعضی از اهالی مکه از عربها به پیغمبر گفتن ما میدونیم تو پیغمبر خدا هستی، ما الان یقین کردیم، اذعان داریم. میدانستند، ولی اگر ما به تو ایمان بیاوریم، تو را قبول بکنیم، تمام مردم دنیا دشمن ما میشن، ما دیگه باید در مقابل تمام مردم دنیا بیستیم، تمام میشن دشمن ما. اون وقت ما امنیت خودمون را از دست میدیم، به ما حمله میکنند، ما را تاروار میکنند، ما را به اسارت میگیرند. ما به این دلیل ایمان نمیاریم، تحفظ خودمون. بعضی اوقات کسی برای حفظ خودش به سمت حق نمیاد، اون برعکس خدا تعالی حفاظت را از او میگیرد، دیگه اون بیشتر در خطر است. الله عزوجل میفرماید این بیچاره ها که این بهانه را میکنن برای ایمان نیاوردن، خودشون نمیبینند که ما به اونها چه نعمتی دادیم؟ اولا یک حرم امنی دادیم، تمام دنیا ناامن است، تمام اطراف خونریزی، کشت و کشتاره، هم دیگر را از بین بردن هست، دریدن هست، مال به بالا کشیدن هست. اما در این منطقه‌ای که خدا به اینها داده، یه منطقه امن است، هیچ جنگ و درگیری اینجا نیست، هیچ دشمنی فکر حمله به مکه را ندارد، چون میترسد. جریان ابرهه برای اونها چی هست؟ موعظه. پس به این نعمت خدا فکر نمی کنند، خدای عزوجل امنیت بهشون داده. و دوم، خدا بهشون چی داده؟ رزق و روزی داده. دو مقوله خیلی مهم هستند. یک دولت موفق اون هست که دو چیز را، دو نعمت را برای مردم تضمین بکند، یکی امنیت، یکی اقتصاد. یکی امنیت، یکی معیشت. تعبیر ساده تر، هر دولتی که نتواند امنیت را تضمین کند و معیشت مردم را، مردم ناامن باشند، در خطر باشند و معیشت خوبی داشته نباشند، روز به روز گرانی، روز به روز تورم، روز به روز بدبختی، سختی معاش و زندگی، اون دولت ناکارآمدی هست، دولت نالایقی هست، اون لیاقت حکومتداری ندارد، اون باید بره کنار. الله عزوجل همین دو نعمت را ذکر می‌فرماید. ببینید خیلی اینها مهم است. ابراهیم علیه السلام وقتی که دعا میکند همین دوتا را برای اهل مکه از خدا میخواد. رد بجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. اول امنیت خدایا، بعدا معیشت، اقتصاد. اینجا هم الله تعالی این دو نعمت را ذکر میکند. تمام دنیا قتل و خونریزی، جنگ و درگیری، ولی اهل مکه امنیت دارد. این لطف پروردگاره. دوم، مکه یک منطقه هست خشک، بی آب و علف، قطره آب اینجا دیده نمیشه، ولی خدا چنان معیشت خوبی و اقتصاد خوبی داده که در تمام دنیا هر چی که خوراکی های خوب هستند همه اینجا آورده میشند. این همه برکت دعای سیدنا ابراهیم است. لذا الله تعالی می فرماید وقالوا ان نتبع الهدى، میگویند اگر ما دنبال کنیم هدایت را، قرآن را پیروی کنیم از شما ای محمد، اگر ما دنبال کنیم هدایت را، معک همراه با تو، نتخطف من ارضنا، از سرزمین و بلاد خودمون ربوده میشیم. مردم چکار میکنند؟ به ما حمله میکنند، ما را از بین میبرند. الله میفرماید اولم نمکن لهم حرما آمنا، آیا ما تمکین ندادیم برای اینها، جای ندادیم اینها را در حرم امنی؟ اول امن، در چنین حرمی که مورد احترام است، آمنا امن هست،
یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. یجبا یعنی انتخاب میشه به سوی اوی، آورده میشه به سوی این مکه میوه هر چیز به عنوان رزق از جانب ما. ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اکثر اینها نمیدانند، علم ندارند، خرد ندارند. حالا الله عزوجل تخویف بیان میفرماید اینها دو چیز دارند، یکی اقتصاد خوب، معیشت خوب، یکی امنیت خوب. اگر ایمان نیاورند هر دو نعمت را من ازشون میگیرم. بعد از اون هم در خطر است جانهایشان و هم معاششان. چنانچه بعدا سختی ها آمد، قحط آمد، گرسنگی آمد، استخوان میخوردن، استخوان سوخته میخوردن، خواهدید شما. و بالاخره اینها را هم خدای عزوجل در میادین مختلف با عذاب گرفتار کرد، در بدر، در خندق، در هر جا، تا اینکه مکه فتح شد. لذا این وعده محقق شد. و کم اهلکنا من قریة، چه قدرها را هلاک کردیم از قریه ها، یعنی اهل قریه هایی که بطرت معیشتها، اونها مغرور شدن. بطر به معنی چیه؟ تکبر کردند، غرور از خود نشان دادن. معیشتها یعنی بسبب معیشت، چون خدا پول زیاد داده بود غرور داشتند، بسبب معیشت گرفتار سرمستی و غرور شدند. بله. فتلک مساکنهم، حالا اطراف خودتون نگاه کنید، آثار بجامانده از اونها را میبینید، مساکنشان را میبینید. فتلک مساکنهم، این مساکنشان هست. لم تسکن من بعدهم الا قلیلا، یعنی مورد سکونت واقع نشد بعد از اونها مگر اندکی، یعنی هیچ که نتونی زندگی کند. و کنا نحن الوارثین، ما هستیم وارث، یعنی همه چیز بعد از اون برای ما میماند. و ما کان ربک مهلک القرى، حالا این بیان سنت الله هست. همیشه سنت الهی اینه که خدا عذاب نمیاره تا اینکه پیغمبر بفرسته. پیغمبر هم میفرسته، کجا میفرسته؟ در جاهای مرکزی میفرسته، در اون مراکز میفرسته، در یک کوره روستا نمیفرسته، در مرکز میفرسته که اون کوره روستا هم از اون مرکزی بشه استفاده بکنه، بهره بگیره. لذا الله میفرماید و ما کان ربک مهلک القرى، رب تو هلاک کننده قریه ها نیست، حتی یبعث فی امها رسولا، حتی که خدا بفرستد در مرکز اون قریه ها رسولی که یتلو علیهم آیاتنا، بر آنها آیات او را تلاوت کنند. و ما کننا مهلک القرى، نیستیم ما هلاک کنندگان قریه ها الا و اهلها ظالمون، مگر اینکه اهل اونها چی کردن؟ ظلم کردن، شرک کردن، اون زمان ما هلاک دادیم اینها. حالا همونطور که عرض کردم هر پیغمبری را که خداوند عزوجل فرستاده در امها، در مراکز. رسول الله صلی الله علیه وسلم در ام القرى فرستاده شد. این مرکز باز فرق میکنه با بقیه مراکز. این مرکز تمام زمین هست، از نظر جغرافیایی مرکز تمام زمین کجاست؟ مکه هست. یعنی تمام دنیا اطرافش از مکه، در وسط قبلا این را توضیح دادم، عرض کردم، ثابت هم شده، در وسط قرار داده شده. هر پیغمبری برای یک شهر و اطراف اون شهر، لذا به اون شهر فرستاده شده تا اطراف را هم در بر بگیرد. اما این پیغمبر برای ام القرى جهان فرستاده شد. ام القرى مکه است، نسبت به تمام دنیا در وسط است، چون این پیغمبر برای جهان است، برای عالم است. و ما کنا مهلک القرى، و ما هم هلاک کننده نیستیم هیچ قریه الا و اهلها ظالمون، مگر زمانی که اهلش چی باشند؟ ظالم و مشرکون. خازن گفته
وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها. حالا یک معنی سوم همین زندگی دنیاست، زرق و برق دنیاست. الله تعالی حقیقت دنیا را بیان می‌فرماید. و ما اوتیتم من شیء، هر چی که شما داده شدید کالای زندگی دنیاست و زینت دنیاست. و ما عند الله خیر و ابقا، اون چی که نزد خداست اون بهتره و بیشتر میماند. افلا تعقلون، آیا شما عقل و خرد ندارید؟ خب افمن وعدناه وعدا حسن، حالا پیغمبر فرستاده شد، پیغمبر آمد، تبلیغ کرد، رسالت را انجام داد. اکنون کسانی که از مواجه هستند، مخاطب پیغمبر هستند، دو گروه هستند. بین این دو گروه خدای عزوجل مقایسه می کند. یک گروه اونهایی هستند که به پیغمبر ایمان می آورند. و اینها که ایمان می آورند در روز قیامت خدای عزوجل به اینها بهترین نعمت میده، بهشت میده، رضایت میده، امنیت میده، خطرات را از اونها دور میکنه. یک گروه دیگه هستن که ایمان نمی آورند، شرک را ادامه میدهند. اونها را ببین روز قیامت با اونها چه رفتار میشه. لذا بعد از رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم حالا تقابل بین مخاطبین متفاوت، بین مخاطبین مختلف. افمن وعدناه وعدا حسنا، آیا اون کسی که ما با او وعده کردیم وعده نیکو، فهو لاقیه، او وعده را چی هست؟ ملاقات میکنه، یعنی مواجه میشه با اون وعده. آیا این انسان کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، آیا مثل اون کسی هست که ما به او متاع دادیم، بهرهگیری دادیم از زندگی دنیا، یعنی فقط در دنیا استفاده میکنه. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، سپس این انسان بیچاره در روز قیامت از محضرین است. محضرین یعنی چه؟ بر لبه جهنم احضار میشه. محضرین در پرتگاه جهنم. و اونجا خدا میپرسه از همین اهل شرک، اهل کفر. و یوم ینادیهم، روزی که الله اونها را ندا میکند، فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، میگوید الله کجا هستند شریکان من، آن شریکانی که شما میپنداشتید شریک خدا هستند، کجایند اون شریکان؟ قال الذین حق علیهم القول، میگویند کسانی که بر اونها سخن چی شد؟ ثابت شد. چه سخنی؟ القول بالعذاب، اونایی که فیصله شد که بعد عذاب داده بشن، چون در دنیا کفر کردند، در دنیا گمراه شدند، در دنیا از پیغمبر حرف شنوی نداشتند. اونا اونجا چه بهانه میارند؟ ربنا هؤلاء الذین اغوینا، این کسانی که میگن ربنا کی هستند؟ متبوعین میگویند. متبوع یعنی رؤسای کفر، رؤسای شرک، نه تابعان، نه پیروان، بلکه رؤسای کفر و شرک. میگویند ربنا هؤلاء الذین اغوینا، بار الها اینها کسانی هستند که ما اینها را گمراه کردیم. چرا گمراهشون کردید؟ اغویناهم کما غوینا، ما اینها را گمراه کردیم همان گونه که خود ما گمراه شدیم، اینها را هم بردیم به سمت گمراهی. حالا تبرعنا الیک، بار اله ما از اینها بیزاریم، ما از اینها اعلام تبری و اظهار بیزاری میکنیم. ما کانوا ایانا یعبدون، اینها ما را عبادت نمی کردند، اینها ما را صدا می زدند ولی جنات را عبادت می کردند. بل کانوا یعبدون الجن، جای دیگه خواندید. حالا به عابدان گفته میشه و قیل ادعوا شرکاءکم، ای عابدان شما خدایان و شریکانی که برای خدا گرفتید صدا بزنید.
اون بدبخت ها از روی نادانی و لاعلمی صدا میزنند. فدعوهم، صدا میزنند از بس که سرگردانه، از بس که وحشت زده هستند. فلم یستجیبوا لهم، اونا که قدرت اجابت ندارن، اجابت نمی کنند. و رأوا العذاب، هر دو گروه عذاب را می بینند و چه تمنا می کنند؟ لو انهم كانوا يهتدون، این لو تمنی، کاش اونها بر هدایت بودند در دنیا. چه تمنا می کنند؟ کاش، ای تمنوا لو انهم كانوا مهتدین، تمنا می کنند کاش اینها هدایت یافته بودند. الله می فرماید و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، همین گروه را الله ندا می کند، الله خطاب قرار می داد اینها را، پس الله می گوید ماذا اجبتم المرسلین، در دنیا پیامبران را چه جواب دادید، چه پاسخ دادید؟ پیامبر برای هدایت شما فرستاده بودیم. فعمیت علیهم الانباء، عمیت یعنی چی؟ یعنی پوشیده میشه بر آنها اخبار واقعی در آن روز، یعنی واقعیت ها را نمی بینند، نمی دانند. فهم لا یتساءلون، به اندازه وحشت اونها را میگیرد که از همدیگه هم سوال نمی کنند چه کار بکنیم، رای حل را از همدیگه بپرسند هم نیست. اما الله تعالی می فرماید این برای کسانی هست که در کفر و شرک بمانند، اونایی که در دنیا توبه می کنند، اونا که راهشون خوبه. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا، اما اون انسانی که توبه می کند و ایمان می آورد و عمل صالح انجام میده، فعسى ان یکون من المفلحین، توقع می رود، انتظار می رود که این انسان از رستگاران باشد، این انسان رستگار بشه. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. بعد از اینکه خداوند عزوجل بخشهایی از احوال قیامت را ذکر کرد، همین عابدین و معبودین هم اقرار می کنند، عابدین هم، و هیچ دسترسی ندارن برای نجات از عذاب. حالا الله تعالی می فرماید و ربک یخلق، اینجا بعد دلایل عقلی شروع میشه. ببین اینا با چه ربی شریک میگیرند، چقدر ناسپاس هستند. اون ربی که هر چیز را او خلق کرده، اون ربی که هر چیزی را او اختیار می کند. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، اون چی که بخواهد خلق میکنه، اون چیزی که بخواهد اختیار میکنه. ما کان لهم الخیار، برای اینها، برای بقیه کسانی که مردم عبادت میکنه هیچ اختیاری نیست، نه برای فرشتگان، نه برای جنات، نه برای انسان ها. سبحان الله، الله تعالی پاک است و تعالی عما یشرکون، برتر است از اون چیزی که شریک میگیرن. قبلا خدمت شما عرض کرده بودم که برای معبود بودن دو چیز لازمه، یکی تصرف، یکی علم. این همون تصرفه. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، هر چی بخواهد، هر چی اختیار بکند، خوب را، بد را، شر را، خیر را برای بندگانش او هست که انتخاب میکنه. بیدک الخیر، همه شر رو، همه خیر به دست او هست. این چی شد؟ این نکته اول. نکته دوم، و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، رب تو میداند آنچه که سینه های اونها مخفی کرده و آنچه که علنی کرده، هر چی ظاهر میکنه، هر چی مخفی میکنه. یعنی علمش هم چیست؟ محیط بکل شی، علمش هم کامل، قدرتش هم کامل. نتیجه چیه؟ و هو الله لا اله الا هو، پس معبود هم فقط او. وقتی که مدیر و مدبر و متصرف فقط او، عالم غیب و عالم ظاهر و باطن فقط او، پس معبود هم فقط او. و هو الله لا اله الا هو، اون الله هست، اون ذات
پاک الله است که هیچ معبود بجز او نیست. له الحمد فی الاولی والآخره، فقط و فقط برای او هست حمد، تعریف، ستایش، هم در دنیا هم در آخرت. و له الحکم، فقط برای او هست حکم و دستور، هر نوع حکمی، چه تشریعی چه تکوینی، چه احکام را نازل میکنه چه احکام را فرود می آورد. یکی را زنده میکند، یکی را میمیراند، یکی را مریض میکنه، یکی را شفا میده، همه به دست او. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او برگردانده میشوید. خب عنایت فرمودی اینجا خدای تعالی دو چیز بیان فرمود. یکی قدرت فقط دست من است، دوم علم هم فقط مال من است. این دوتا را برای خودش هر جا اثبات میکنه، از غیر خودش نفی میکنه. قدرت من دارم، این خدایانی که شما صداشو میزنی ندارند. حالا یک دلیل، قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه، بگو به من خبر بدهید اگر خداوند قرار بده بر شما شب را همیشه و همیشه، سرمد یعنی برای همیشه، تا روز قیامت، من اله غیر الله، کدام معبود است بغیر از الله، یأتیکم بضیاء، برای شما نور و روشنی و روز بیاورد. کسی دیگه میتونه؟ نه. پس معلوم میشه غیر خدا هیچ قدرتی نداره. افلا تسمعون، آیا شما نمیشنوید؟ حق را نمیبینید؟ قل ارأیتم، بگو به من خبر بدهید، ان جعل الله علیکم النهار، اگر الله قرار بده بر شما روز را سرمدن الی یوم القیامه، به صورت دائم تا روز قیامت، من اله غیر الله، کدام معبود است بغیر از الله، یأتیکم بلیل تسکنون فی، برای شما شبی بیاورد که شما در آن شب آرامش بگیرید. افلا تبصرون، آیا حقیقت را نمی بینید؟ همه چیز به دست خداست، شب و روز هم به دست پروردگار است. اینهایی که شما فریاد میزنید، از اونها کمک میخواهید، اینا این اختیارات را ندارند، این تصرفات را ندارند. و حال الله تعالی در این دلیل بعدی همین بیان میفرماید که رحمت خداست، لطف پروردگاره که برای شما شب و روز قرار داده. واقعا این که شب بیاد روز میره، روز میاد شب میره، این نعمت بزرگی است. انسان اگر نگاه بکند خدای تعالی چی سیستم زیبا و جالبی برای اینکه انسان ها نیازمندی های خودشون را برآورده بکنند قرار داده. همه ما در روز کار میکنیم، همه در شب استراحت میکنیم، به همین خاطر به هم دیگه راحت رسیدگی میکنیم مشکلات، چون خداوند طوری ما را آفریده که در دنیا محتاج هم دیگه هستیم، نیازمند هم دیگه هستیم. شما به دست من کار دارید، من به دست شما کار دارم، به دست اون دیگری کار دارید. اگر این نظام نبود، نظام که همه در ساعت خاص استراحت کنند، ساعت خاص کار بکنند، اگر این نظام نبود همهش روز بود یا همهش شب بود، خب مردم برای نیاز هم پیش هم دیگه می رفتن، میگه کجای، میگه خوابه. هر یکی برای خودش یک ساعتی را تعیین میکرد، یک وعده ای را تعیین میکرد. اون وقت نظام مختل میشد یا نه؟ کارها انجام نمی گرفت. لذا الله می فرماید و من رحمته جعل لكم اللیل والنهار، از رحمت پروردگار این است که قرار داد برای شما شب و روز را، لتسکنوا فی، تا شما سکونت کنید، یعنی آرامش بگیرید در شب، ولتبتغوا من فضله، و تا که بطلبید در روز برای خودتون رزق بطلبید، ولعلکم تشکرون، تا اینکه شما شکرگزار باشید. پس ببینید در دنیا این معبودان این قدرت را ندارند شب بیارند روز بیارند یا نعمت دیگه. در آخرت هم خدای عزوجل عجز اونها را ثابت میکنه، هم در دنیا عاجزه هم در آخرت عاجزه، بس به چه درد میخوره عبادتش. و یوم ینادیهم فیقول، روزی که الله ندا میکند عابدان را،
پیروان را میگوید این شرکایی الذین کنتم تزعمون، کجا هستن شریکان من؟ مگه خدا شریک داره علیه بالله؟ نه، اون شریکانی که کنتم تزعمون، شما میپنداشید شریک، شما فکر میکردی شریک، کجا هند؟ ندارند، هیچ دلیلی نیست. و نزعنا من کل امت شهیدا، ما در میاریم از هر امت گواهی، یعنی گواهانی میاریم که از هر امت بر علیه اونها گواهی بدهند. این گواهان کی هست؟ انبیا هستند. نبیهم لان الانبیاء للامم شهداء علیهم یشهدون بما كانوا علیهم. شما بارها این آیه را و شبیه آیه را خواندی. و کذالک جعلنا، برای هر امتی ما شاهد و گواه فرستادیم. و یکون الرسول علیکم شهیدا. لذا می فرماید و نزعنا من کل امت شهیدا، از هر امتی ما گواهی در میاریم. بعد به اون امت ها میگیم فقلنا هاتوا برهانکم، شما که شرک میکردید در دنیا، بر اثبات شرک، بر ادعای شرک دلایلتون را بیارید. اونجا اونها میدونند فعلموا ان الحق لله، میدونن حق مال الله است، اونها بیراه میرفتن. و ضل عنهم ما كانوا یفترون، اونجا ناپدید میشه، گم میشه آنهایی که دروغشون را میگفتن در دنیا، افترا میبستن، میگفتن شریک خدا هستن. این شرکای پوشالی چی میشون؟ گم میشه، ناپدید میشه، نمیتوانه اینها را حمایت بکنن. صدق الله مولانا العظیم. بعد از زنگ تفریح تشریف بیارید.